خدمتای ما داریم؟ بگوی یک مرکز تعلیمی درست ما نداریم که واقعا در اونجا غریبم درس خوانده بتانم. داریم؟ کل برای تجارت است، کل برای کمایی پول و پیسه است. وطن کدام طرف روان است؟ چه قسم میکنه؟ اینمی کافر است. دفتر برای ما باز کرده، ما را دعوت داده رئیس، ما را بی حیا میکنه. باز هم میگیم که والا نه اینطور نیست. قرآن برای ما میگه. خو الله چی میگه؟ فی ذالکم، دی نجات و دی مصیبت بلاء من ربکم عظیم، امتحان بزرگ از الله تبارک و تعالی است که شما دفاع میکنی آنی، قیام میکنی آنی، مبارزه میکنی آنی. با چشم سر میبینی کافر میگیره، نشان اسلامی تا زیر پای میکنه، قرآنی تا در میده. بگو کلمه تا در توپ که قطی پای زده میشه نوشته میکنه او سرش توپ بازی میکنه. تو بازم توقع داری که خدمت برای ما بکنه؟ راستی تا بگو. با الله جواب میگیم یا نمیگیم؟ و فی ذالکم بلاء، دینمی امتحان است من ربکم، از جانب پروردگارتان، عظیم بزرگ امتحان الله است. ما و شما سخت امتحان واقع شدیم، یک قدر امتحان بزرگ الله واقع شدیم که حالی ما چی میکنیم؟ راست بگو. قطعی کی شانه به شانه استاد هستیم، کی را تقویت میدیم؟ علیه کی؟ علیه کی؟ برادرایی که تمام روز جاسوسی بکنه، در ترجمه قرآن بیاره و از اینجا یک جوان بگیره. خیرت است در موبایل دینی ترانه است، یعنی کلمه است، برو در زندان. عجیب است. بده در دستی کافر که او سگا را سرش اله کنه، نعوذ بالله، آن چیزی که خلاف انسانیت است سرش انجام بده. بده برش. تو خود مسلمان میگی در روز قیامت به الله پیش میشی یا نمیشی؟ تو عزت اسلام نگاه کردی؟ عزت اسلام کردی؟ نکنی. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. الله می فرماید دی امتحان بزرگ از جانب پروردگارتان است. هر کس میدانه، به الله قسم کلگی میدانه که قدمی که من میگذارم ضرر به اسلام است یا مفاد به اسلام است. هیچ کس در اینجا چی نیست. ببین الله تعالی رزق دمی بند است، ضمانت رزق تا الله نکرده، یا مرگ برات میده یا الله برات رزق داده نیست. خب برو حلال بگی در پیش، اسباب حلال در پیشت بگی، پشت حلال بگرد، نکو پشت حرام، نکو دختری تا روان خارجی. اگر مسلمان نباشی نعوذ بالله غیرتی افغانی، افغانات تاریخ داره، تو تاریخ مطالعه بکن. دنیا از تاریخ افغان برداشت خیلی قوی داره. تو را چه قسم قوم او نوشته کرده در تاریخی خود معرفی کرده، نکو همون تاریخی تا سرچپه نکو ما حیثیت آبروی تا در خاک آلوده نکو. خیر است یک روز نانی خشک بخو، دال پخته کو بخو، نه تیر از همون موتر پیاده بگرد، تیر از همون بلدنگ، خو لیکن غیرتی تا و عفتی تا نگاه کو، بیادرکم نکو. ای افغانا را تو خیانت تنها برای خود نمی کنی، خیانت به بسته ملت می کنی. ملت نامبد کردی، لکه در دامن پاک همین ملت زدی. همین ملتی که تا امروز انگلیس یه نمی طور لرزه داره. تا امروز کسی خیر در این وطن ندیده دشمن که در اینجا قدم مانده باشه و او خیر دیده باشه، ولی تو زمینه مساعد میکنی برش. تو برای از او مدال داده رایستی، نکو مدال به مردم ندی، افتخاراتی تا خودت بگی. قطعی مردم چه نزاع داریم؟ این مردمی که در کو بالاست چی میخواه از ما؟ کلی ما در یک میز بشینیم؟ نه، نگو رأی مرا بپذیر، بگو کلی ما میشینیم کدام رأی ثواب موافق کتاب الله و سنت رسول است، کلی ما سر ازو جمع میشیم. اینطور بگو که کلی یکی شو خلاص. و فی ذالکم، ای آیتا برای ما و شماست. بنی اسرائیل تیر شده، آلی درس برای ما و شماست. اینمی طور حالت سری ما و تو آمده، دلی تالی در امتحان بزرگ الله واقع شده. چه قسم مبارزه میکنی، چه قسم نمیکنی. و اذ فرقنا بكم البحر، قابل یادآوری است در آن وقتی که ما پاره ساختیم بالای شما البحر بحر، فانجیناکم، نجات دادیم ما شما را از گرفتاری فرعون، و اغرقنا، ما غرق ساختیم آل فرعون، تابعدارای فرعون، لشکر فرعون، بامرای فرعون. و انتم تنظرون، شما با چشم سر می دیدی که فرعونی ها هلاک میشه. موسی علیه السلام یک شخص است، پیدا شد، قوم تحریک داد. مردم چی دیم زده شما؟ حالی یا خوی قدر زیاد مردم نیست.
نفوس شما از یا کده کم نیست، اگرچه یک سال فرزندای از یاره ختم کرده. مثل که آلی هم دسیسه های دیگر در وطن ما آورده. اولاد دو که اولاد کمتر زندگی بهتر. دروغ میگه. من اینطور کسایی را دیدم که 20 اولاد داره زندگی بهتر داره، کلی اولادایش دکتر و انجینر است. خود طور کسی را دادم که یک بچه داره، یک بچه خود نازول است، خودش خود بتنگ است، همسایه‌ام بتنگ است از پیشش، الف و بیرم یاد نداره. تو معلوم نکردی؟ در پیش روی خود نداری؟ خویی خبیثا آمده برای ما این شعار آورده، به این خاطر که نفوسی تو اضافه نشه، به این خاطر که تو قدرت و قوت پیدا نکنی. به این خاطر برات میگه رزق کی میده؟ الله. تربیه، اگر کسی صلاحیت تربیه یک اولاد داره از درم داره. معلمی که یک شاگرد درس میگه 100 شاگردم درس گفته میتونه. اگر یک کی نمیتونه درم نمیتونه. چرا؟ این معامله را به ما آورده. خب قرآن برای ما میگه که این حالت ها است. موسی علیه السلام تحریک کرد قوم خدا، گفت ما اینجا نمیتونیم، بیا یک حکومت مرکزی بیرون جور بکنیم، اینجا زندگی نمیکنیم دیگه، از این بیگارکشی بس است. غیرت در جوش آمده. ما دیگه با پیش روی ما زنای ما معاینه شود که اولاد آورده یا نه آورده، ما دیگه توان زندگی را در اینجا نداریم. از همون خاطر انسان که در کدام جای زندگی ذلت میکنه فرض است که هجرت بکنه، در اون منطقه باید نمانه قطعا. موسی علیه السلام قومی خود گرفت، حرکت کرد، روان است. قومی که سارا بیگار فرعون کشید، از ظالمی فرعون خوب مشاهده کرده. صبح میخیزن که بنی اسرائیلیا یکیش وجود نداره. اعلان شد که اهل بنی اسرائیلیا گریخته. فرعون به درباریایش گفت که از ما خلاص شده میتونه. کدام طرف میگریزه؟ پیش روی بحر. اهل لشکر آماده شوی، اسبای تیز رو، لشکری خیلی قوی آماده شد از پشت سر. قوم موسی علیه السلام خاکباتی اسبا را دیدن، هی لنگا لرزه شد، قلبا تپیدن گرفت. به موسی علیه السلام گفت که ما خو سابق هم همینطور بیگارکشی و حالت بد دیده بودیم، حالی اینه تباه شدیم، تو ما را آوردی، اینه ما را گیر میکنه پیش روی بحر، حالی ما چی میکنیم؟ این بدبختا موسی علیه السلام نمیشناختن که موسی علیه السلام کدام شخصیت است، ما را به سوی کدام قوت و قدرت دعوت میده، این را نشناخته بودن. زمانی که خواب لشکر قریب نزدیک است، موسی علیه السلام الله فرمان داد، وحی برش آمد که بزن بحر قطع عصا. زمانی که قطع عصا بحر میزنه، آب جاری است، چیزی مایه است، خودش استاد نمیشه، لیکن الله تبارک و تعالی برای از اینکه با چشم سر معجزه موسی علیه السلام امی بنی اسرائیل مشاهده بکنه، آب به مثل بند کواره این همینطور استاد شد و چند راه برای از یا جور شد. 12 قوم بود، 12 راه جور شد. هر قومی طور تیلتنگو نشوه، هر قوم در راه خود برود. لشکر فرعون رسید، دیدن که بحر راه شده، حرکت کردن. در مابین بحر که رسید، الله فرمان داد بحر یک دم یک جا شد. لشکر فرعون گم شد. با چشم سر امی بنی اسرائیل مشاهده کردن که فرعون از بین رفته. خب بازم یقین نداشتن، آنقدر ترسیده از فرعون بود، میگه نه اگر زیر بحرم گم شده باز میبره، باز ما را کسی که غلامی را تیر کرده باشه از کسی باز همینطور میباشه، از سایشان میترسه. الله تبارک و تعالی مرده فرعون به بحر فرمان داد، امین مرده خبیث فرعون چی کرد؟ کشید. با چشم سر مشاهده کرده. تا لیرام در موزیم کیسته مصر وجود داره، غالب امکان همیسته که اونمو فرعون است. الله نگاه کرده برای عبرت، چرا خودش گفته در آیت قرآن هم میگه که جسیه زیر عبرت برای کی کرده؟ برای دیگرها کرده. ببینه الله اکبر، کسی که الله را نشناخته باشه او بسیار مضطرب و پریشان است. تنگناک کی سرش بیا، تکلیف کی سرش بیا ورخطا می باشه. خب کسی که الله را شناخته او هیچ ورخطا نمی باشه. ورخطا می باشه در کدام مقام که آدم برسه. موسی علیه السلام پیغمبر است، لشکر نزدیک میشه هیچ در دلش نمی رقم نمیشه، هیچ چیز نمیگرده. در غار پیغمبر صلی الله علیه و سلم امرای ابوبکر رضی الله عنه است. کفار رسیده در کجا؟ در دهن غار، پایای کفار دیده میشه. ابوبکر رضی الله عنه خوف داره، او خوف به خاطر نفس خود نداره، صرف به خاطر کی داره؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم.
خو لیکن پیغمبر به ابوبکر چی میگه؟ بگه لا تحزن ان الله معنا. الله اکبر. معرفت پیغمبر با الله زیاد بود به نسبت معرفت کی؟ ابوبکر رضی الله عنه. از او خاطر پیغمبر هیچ حراسی نداره. هر قدر که معرفت انسان به الله قوی میشه امو قدر استقامت برات حاصل میشه. تو باز دیگه باور از دست نمیدی. موسی علیه السلام میدانست شیروار دل داشت، هیچ حراسی نداشت. پیغمبر حراسی نداشت. چرا؟ به خاطری که الله را شناخته بود. الله شناسی گپ یادی نیست که الله چرا؟ الله کدام ذات است؟ الله ذاتی است که دم موقع با تو کمک میکنه که همه راهها سری تو مکمل چی شده باشه؟ بسته شده باشه. سر ابراهیم خلیل الله کلی راهها بسته بود یا نه؟ در بین آتش افتاده بود یا نه؟ لیکن الله نجات داد یا نداد؟ یوسف علیه السلام زلیخا دروازه را مکمل زنجیر بسته کرده، قلفا انداخته، ولی از قوت الله آگاهی داشت. زمانی که یوسف علیه السلام معاذ الله میگه پناه به کی میبره؟ الله نجات میده یا نمیده؟ نجات میده. چرا پیغمبر نجات نمیده؟ کسی که آشنایی با قوت و قدرت و صفت الله داشته باشه. امروزم اگر ما یقینی ما پخته باشه، ما الله را شناخته باشیم، دنیای کفر با اینمی وسایل پیشرفته خود در برابر مسلمان بگوی زانوی ناکامی میزنه او زده او میزنه. ان شاء الله ما به یقین گفته میتونیم که زانو میزنه، امیالی زده. این را بدانی شما. چرا؟ ما یقین به الله داریم. یقین ما به الله اگر سست نباشه، ما یقین داریم که الله عزت میده مسلمان، به شرطی که مسلمان دستورات الله را عملی بکنه، باز بگرده با قانون الله، باز بفهمه که ما زندگی ما در پرتوی چی جور میشه. در پرتوی کتاب الله و سنت، راه های نفاق بگذاریم، قوم پرستی را بگذاریم، نجات پرستی را بگذاریم، تنظیم پرستی را بگذاریم، مذهب پرستی را بگذاریم، الله پرستی را اختیار کنیم. من یقین دارم که عزت از کیست؟ از مسلمان است. با تأسف دنیا توانست در ظاهر نفاقای را در بین ما بندازه که ما امروز باز منسجم شده، برادر سری برادر اعتماد نداره، در خانه خود گپی بگوی سوچه و واضح گفته نمیتونه. میتونه؟ دونو حالت ما را رسانده امید دنیا استعمار و کفر، امید دنیا. اما در لباس منافقانه، در لباس صلح، در لباس چی؟ خیرخواهی، در بدر و خاک بسر کرد ما را. او کل جهان اسلام در بدر کرده بمی سیستم. خو ما یقین با کی داریم؟ روز فرا میرسه مثل که روس او ابر قدرت جهانی که خود معرفی میکرد دیواری آمده بود و هیچ نمیگفت که افغانستان نسوارم باشه. فکر میکرد ما در آبی گرم در میدان چی؟ در بحر کراچی دیگه کشتی های جنگی ما سیر و سفر میکنه. اما الله تبارک و تعالی بگه افغانستان گورستان برش جور کرد نکرد. دنیای کفر امروزی هم ایره خواب بشنوه و بدانه که افغانستان گورستانش است. روز فرا برسه که تانگ مانگ نگویه که ما میبریم، فقط تلاش بکنه که جان خدا بکشه. ایره ما یقین داریم. چرا؟ ما به الله یقین داریم. قوت امرای کیست؟ غالب کیست؟ الله. الله نجات داده میتونه. چرا؟ بنی اسرائیل نجات داد اونمو در موقع که بسیار خطرناک موقع بود. و انتم تنظرون، آدم که دشمن خود با چشم سر ببینه این دیگه نعمت است. هلاکت دشمن یک نعمت، خود که با چشم سر میبینی این دیگه نعمت است. با بنی اسرائیل همین رقم نعمت حاصل شده بود. خود شکر نعمت کشیده یا نه؟ حالی معلوم میشه که کشیده یا نه. ما و شما مثل بنی اسرائیل بود. بنی اسرائیل خود در بحر نجات پیدا کرد. ما از بلای سیاه روسا نجات پیدا کردیم یا نه؟ کردیم یا نکردیم؟ با چشم سر دیدیم یا ندیدیم؟ خود نعمت الله است. و هم نعمت بودیم. نعمت شکرگزاری نعمت الله را کشیدیم یا راستی تا نبگه؟ رهبری ما مجاهد ما که آمد وزیر شد، سکرتری خود دختره گرفت. 2 روز بعد باز چی کرد؟ ریشی خود کورپا کرد. 3 روز بعد باز تراشید. همینطور کرد یا نه؟ روزی 4م خبر شدیم که زنی دیگه گرفته. روزی 5م گرفتیم که فابریکه را در دبی باز کرده، شرکت طیاره را در فلان مملکت جور کرده. این خونی مجاهدین، این مردمای یتیم که در اینجا بی سرنوشت، نه خانه داره نه کاشانه، این چی کنه؟ این کدام طرف شوه؟
جناب قبندان صاحب ما یک بغل و منطقه کابل مکمل فروختن شروع کرد، خلاف قانون شاروالی و ایگپا. این یتیم کجا شد؟ به یتیم کدام خانه دادی؟ راستی تا بگوی. نه، به یتیم مملکت های عربی جور کرد خانه را. خو یتیم ده 6 تا یا کسی دیگه. ببینه ما شکرگزاری نعمت الله را کشیدیم؟ نکشیدیم. بلای سیاه شکست کرده بود. افغانا بودیم، مسلمانا بودیم، در کتاب الله و حدیث پیغمبر جمع می شدیم، باز دیگه شکرگزاری الله را خیلی زیاد میکردیم. اگر سابق نمیفهمیدیم در دیار هجرت بسیار آشنایی زیاد پیدا کردیم با دین الله. پیدا کردیم یا نکردیم؟ بچهای ما در مدرسه خواند، ترجمه قرآن از همون جا آمده، درس حدیث از همون جا آمده. آشنایی پیدا کردیم یا نه؟ پس که آمدیم اولین چیزی که جور میکردیم مسجد و مدرسه می بود، دارالایتام می بود. باید می بود یا نمی بود؟ خب لیکن ما چی را جور کردیم؟ اول سالون عروسی را جور کردن، اول سینما را جور کردن. مردم توش نبود. در دوران حکومت طالبان ساز و سرود ندیده بود. یا گل شد. و اذ وعدنا موسی 40 لیلة، قابل یادآوری است در آن وقتی که وعده کردیم امرای موسی علیه السلام 40 لیلة 40 شب. ثم اتخذتم العجل، باز شما گرفته گوساله را، من بعدی پس از رفتن موسی علیه السلام در کوی طور، و انتم ظالمون، شما خیلی ظالم هستی، نقصان خود میکنه، حد مراعات نمیکنه، از حد تجاوز میکنه. ظالمون به معنای مشرکون است. شما شرک میکنه، اعلا لنبر از حد تجاوز میکنه. زمانی که از بحر طرف رفتن با موسی علیه السلام پیشنهاد کردن که الحمدلله دشمن خو از بین رفت. موسی علیه السلام اگر چیزی احکام الله باشه مالی و ماده به اجرای از او هستیم. برو دیگه. موسی علیه السلام گفت بله ما میروم، برای از اینکه احکامی که الله روان میکنه بیارم سرش عمل بکنیم. سامری خبیث چند وقتی قتی موسی علیه السلام شاگردی کرده، تقریر یاد داره، خو غلط تقریر. این مردم وقتی که یا خو به نام حیله ازی برآمده بود که ما روزی مذهبی خود جشن میگیریم در فلان دشت میبرایم، از او خاطر قبطیا برشان متوجه نبود و حتی از قبطیا چیزی زیورات و گانه را گیروام کرده بودن که ما در روز در میله مذهبی خود اونجا جشن میگیریم. موسی علیه السلام رفت طرف کوه طور، سامری خیز تقریر خیلی جاذب کرد و گفت که او مردم براتان حرام است که مالی مردم آورده، بندازی مالی مردم. مردم یک دم طلا و نقره که آورده بود در دشت انداخت، در چقوری انداخت. سامری گرفت امیر ذوب کرد، شکل گوساله را جور کرد. چرا حالی شکل گوساله را جور میکنه؟ زمانی که از اینمی بحر تیر شدن یک قوم دیدن اونجا که پرستش میکردن بوتا را، از امو خاطر گفتن به موسی علیه السلام اجعل لنا بگه الها کما لهم آلهه، برای ما معبود جور بکن مثلی که برای از یا معبود است. نعوذ بالله. موسی علیه السلام برش میگه که شما بازم نعوذ بالله همون طرف فکرتان رفته. قبطیا را دیده بودن که وا گوساله را پرستش میکردن. گوساله قبطیا به نام حاثور یاد میشد و وقتی که عبادت از او را میکردن در گرد گوساله رقص و ساز شروع میشد. مردم اینمی طور گرد آتن میلی واره میزدن، اونو را به نام عبادت یاد میکردن. اینمی عبادت هایی که فعلا به نام ذکرای غلط که مشهور شده، شما خود بعضی کلیپا دیده یا ندیده یا کلش از او زمان بوده؟ بنی اسرائیل هم امور دیده بود او سامری هم میفهمید از نبض و از مضمونی که بنی اسرائیل که یا کدام مردم است و با چی میل داره. امی دیستی شکل گوساله را، امی چیزی ذوب شده را جور کرد، ما بینش خالی گذاشت. شمال که میشد دنبشام خالی بود، دهنشام شمال که داخل میشد او میکرد. یک دفعه مردم گفت که موسی علیه السلام خطا کرده، الله خوینه، نعوذ بالله. مردم شروع شد، چک چک شروع شد. دم بیله و در چک چک کلگی خوش می باشه نمی باشه. اینطور کسا در باغ علی مردان کابلی تان اونجا در چی؟ در شوربازار اونجا هم در شوای جمعه چی می باشه؟ مچم که هست رهبری عاشقان است. رهبری کی است؟ رهبری عاشقان است. سرمونه وجود داره، طبله وجود داره، رقص وجود داره. شو تا صبح چی میکنن؟ به نام ذکر اونجا رقص میکنه. اونجا باز کی میره؟ همون کسایی که چرسیست.
همو کسایی که بنگیز، همو کسایی که قمارباز است. چرا؟ میگم 1 ساعت امینجا با یاد خدا نشستیم. یاد خدا با چی میشه؟ این یاد خداست. تا امروز در افغانستان بزرگترین مبلغ میر فخرالدین بود. کی بود بگه؟ چیزای شرکیات بیان کرده که پرسان نکن. مردم به شرک دعوت داده. بکن مداریگری بکن بس. یکی از برادرها گفت مولوی صاحب در پل خمری آمده بود، ما خودم در بغلان بودم که خبر شدم. گفت دیگر رفیقا را خبر نکردم به خاطر از اینکه امتیاز تنها ما بگیرم. آمدم در مجلس. گفت وقتی که شروع شد نمیفهمیدم. گفته نماز خفتن رفت، 1 نفرم نخواند. اینمی ارچی گویی بود. وقتی که شو خوب پخته شد 1 ساعت برای صبح مانده بود. گفت کلگی خو کرد. نماز صبحم چی شد؟ 10 بجه خیستیم، چای خوردیم، پس طرف امو دفتر خود روان هستم. 1 رقم خوش هستم، 1 رقم مثل که بال گشیدم که ما در مجلسی کی میر فخرالدین. آقا نمیفهمیدم که 2 نمازم اونجا چی شد؟ قضا شد. جماعت خود چی میکنی؟ تا حالی را دینی ما اینمی دین بوده مردم. تا حالی را کسی هم نمیگفت. همی گپ است، همی دین است. یا شروع کردن رقص در گرد گوساله. موسی علیه السلام برای 30 شب رفته بود، خود 10 شب دیگر موسی علیه السلام امو بویی که از معده میبرامد او زائل شده بود. الله تبارک و تعالی بوی روزه دار خیلی خوش داره. به موسی علیه السلام امر کرد که 10 روز دیگه روزه بگی.